اگه به من بگن که یکی از پرخاصیت ترین، خوشمزه ترین و خاص‌ترین مرباهای پاییزی رو نام ببر، بدون شک میگم مربای انار. یک مربای جذاب و خوش رنگ که میتونین تو شب یلدم در سفره هاتون استفاده کنیم. بریم ببینیم چجوری درست میشه. اول انار رو دون میکنیم، آبش رو میگیریم، مخلوط 1 لیوان شکر و 3 لیوان آب انار رو میذاریم روی اجاق رو حرارت متوسط و از وقتی که به جوش اومد تایم میگیریم. 5 دقیقه باید روی حرارت بمونه. کف روشم میگیریم. بعد 5 دقیقه 1 لیوان انار دون شده اضافه میکنیم و نصف قاشق چایخوری کره تا کف اضافی نداشته باشه. بعد دوباره تایم میگیریم. از وقتی که به جوش اومد حدود 12 دقیقه باید روی اجاق بمونه. درست الان کف داره ولی رفته رفته کفش خیلی خیلی ببینید کمتر میشه. این یه ذره کف هم از روش برمیداریم. بعد 12 دقیقه اجاق خاموش میکنیم و میذاریم که مربامون کاملا خنک بشه. ببینید غلظتش در این حده. وقتی که خنک شد دوباره میذاریم روی اجاق 12 دقیقه بمونه. 3 دقیقه آخرم آب لیموش رو میزنین و تمام. یعنی دوستان یه چیزی بهتون بگم، عاشق این مربا میشین. حتما درست کنین و مرسی که لایک میکنین، برای عزیزانتونم میفرستین. ممنونم.